اگر میخواید تو این بازار موفق بشید ولی اگر قرار باشه همینجوری دلی وارد بازار بشید و احساسی رفتار بکنید، معمولا میرید جزو اون دسته از افرادی که قراره تو این بازار ضرر بدن. اما دوره حبابی که قسمت دوم بازار سعودی میشه، معمولا یک دوره کوتاهیه. این معمولا ممکنه بین 2 تا 4 ماه طول بکشه، بعضی وقتا حالا یک مقداری پس و پیش داره توی بازار و هر چقدر که بازار سعودی ادامه پیدا میکنه، مخصوصا این قسمت حبابیش، این حرصی که برای این افراد وجود داره بیشتر میشه. قسمت دوم صحبت من در رابطه با بازار نزولیه. بازاری که معمولاً امیدهای افراطی که توی انتهای بازار سعودی درست شده بود رو باید بشکنه. باید بتونه ریزش‌های دفعی داشته باشه که اکثر کسایی که احساس می‌کنن بازار سعودی دیگه هیچ وقت تموم نمیشه و همیشه ما رشدهای پیوسته خواهیم داشت رو باید بتونه ناامیدشون کنه. برای همینم ابتدای بازار نزولی با یک دوره‌ای شروع میشه که من اسمش رو می‌ذارم دوره ترس. نزول‌ها اونقدر شکننده است که نقاط ساپورت و حمایتی که معمولاً تریدرهای تکنیکال منتظرش بودن تا اونها رو بگیره و بعد ادامه صعودش خودش رو داشته باشه رو خیلی راحت میشکنه. این شکست ها بعضی وقتا حتی یک دوره های رخوت و رکود موقتی هم داخل خودش ایجاد میکنه تا یک مقداری امید بده به شما که شاید بازار بخواد از اینجا بعد مجددا برگرده و ادامه صعود رو بده. ولی علائم بازار نزولی وقتی که شروع بشه، از اون بعدش در ادامه هر نزول و شکست جدی که اتفاق میفته، شکست های بیشتری رو میتونیم شاهدش باشیم. حالا شما چطور میتونید این رو تشخیص بدید؟ اگر افراط‌ها توی بازار به لحاظ امید، به لحاظ سرمایه‌گذاری‌های خیلی عجیب غریب زیاد شد، اونقدر زیاد شد که شما احساس کردید هر کسی که داره مثلا توی این بازار سرمایه‌گذاری میکنه بیشتر از توان و ریسک خودش داره این کار رو انجام میده. مثلا طرف داره خونه خودش رو میفروشه، سرمایه‌های قرض گرفته شده رو میاره وارد این بازار میکنه، یا هر حرکتی که از منطق خارجه. خب طبعا یه عده‌ای از تاثیرگذاران بازار سعی میکنن به خاطر اینکه این نشونه‌ها رو دارن میبینن و حس میکنن توی جامعه خودشون داره کاهش ایجاد میشه، تعداد بازدیدهاشون کم میشه، کسایی که میومدن براشون پول میدادن برای اسپانسری، اونها دارن مثلا حالا سرمایه کمتری رو وارد بازار میکنن. اینها کم کم چون این مسئله رو دارن حس میکنن، دست اول هم متوجه این مسئله میشن، اونها سعی میکنن تلاش های مضاعفی رو داشته باشن برای اینکه جامعه رو حفظ کنن. از پروژه هایی که احساس میکنن مثلا هنوز تبلیغات نکردن، حتی با تخفیف براشون یک سری تبلیغاتی رو بگیرن، اون پول های انتهای بازار رو برای خودشون جمع بکنن و این جور نشونه ها توی کانال هایی که معمولا حجم بالایی از بازدید رو دارن بیشتر دیده میشه. یعنی شما میتونید حتی متوجه بشید اگر افرادی که توی این بازار ورود کردن مثلا روی یک ویدیویی یک تعداد مشخصی بازدید خورده و توی ویدیوی بعدیش به خاطر اینکه بازار یک نزول مشخصی داشته که یه عده خیلی زیادی رو این وسط متضرر کرده، یهو بازدید اون ویدیوها حجم زیادی کاهش پیدا میکنه، این خودش نشون دهنده چیه؟ پله‌های نزولی پیوسته‌ای که میتونه از اون بعدش اتفاق بیفته. قطعاً در ابتدای بازار نزولی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یهو مثلا بازدیدهای اینجور افراد نصف بشه که این انقدر عددش واضح باشه که شما بتونید همین یه دونه علامت رو تشخیص بدید و بگیرید باشه. نه، در این مسئله دفعی نیست، ولی پله‌ای اتفاق میفته. یعنی به مرور زمان این میتونه یکی از نشونه‌هایی باشه که شما احساس کنید که بازار نزولی حالا میتونه ادامه داشته باشه. اما از مرحله ترس بازار که خارج بشیم، یعنی مثلا ما وارد مرحله دومی از بازار نزولی که بشیم، اون قسمت ناامیدی اتفاق میفته. بازار ناامیدی معمولا بازار طولانی مدتیه که این نزول ها میتونه ادامه پیدا بکنه. بازاری که اون دوره کوتاهی که گفتم اول ترس ایجاد میشه و شکست های جدی رو داریم و سپری کردیم، یه عده‌ای از این بازار متضرر شدن ولی هنوز خارج نشدن، هنوز احساس میکنن که بازار میتونه برگرده و اینها رو تبدیل کنه به سود. برای همین هم این سرمایه ها توی بازار مونده. دوره ناامیدی وقتی وارد میشیم، این دوره میتونه همون افرادی رو که توی این بازار مونده بودن و امید داشتن به ادامه بازار سعودی، اونها رو ناامید بکنه و کم کم اونها مجبور بشن سرمایه‌هاشون از بازار خارج کنن. اینجا ما خروج در واقع دسته‌ای رو توی بازار داریم. افرادی که معمولا توی جامعه‌های شبکه‌های اجتماعی شرکت می‌کردن، توی گروه‌های مرتبط با ارز دیجیتال و سعی می‌کردن فعالیت‌های مشخصی رو داشته باشن و توی تبلیغ کردنش، توی صحبت کردن در مورد شرایط پروژه، توی آپدیت هایی که اتفاق میفته، توی توکن هایی که سرمایه گذاری کردن و با هم دیگه مشارکت می‌ذارن، اینجور چیزا معمولا اون مشارکت ها توی شبکه‌های اجتماعی زیاد بوده. اما از یه مرحله‌ای به بعد می‌بینیم کم کم این گروه ها و پیج ها هم داره ریزش میکنه. اینجور افراد دیگه اون رغبت کافی رو ندارن که بیان پیوسته قیمت چک کنن، پیوسته با هم دیگه صحبت کنن، شرایط صعود بازار رو با هم دیگه رصد بکنن
دیگه اون امیده تبدیل میشه به یک حس ناامیدی که کم کم مجبورشون میکنه از بازار دسته‌ای سرمایه‌شون رو خارج کنن و ضرر بازار رو قبول کنن. یعنی به جایی میرسه که احساس میکنن خیلی خوب، من 60%، 70%، 80% سرمایه خودم رو از دست دادم، دیگه وقتشه بیشتر از این دیگه از دست ندم و ضرر نکنم، دیگه از بازار باید خارج بشم، برم بیرون، همین مقداری که ضرر کردم بسه، دیگه اصلا به ما نیومده توی این بازار بیایم سرمایه گذاری کنیم. یه همچین حسی معمولا بین افراد شکل میگیره و اینجاست که اون خروج‌های دسته‌ای که گفتم دنبال پیدا میکنه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که توی این دوره ناامیدی مربوط به بازار نزولی اتفاق میفته اینه که دعواهای درون تیمی و درون اجتماعی شکل میگیره. یعنی قبلا کسایی که معمولا با هم دیگه همدست بودن برای تبلیغ یک پروژه کم کم به مشکل میخورن. کسایی که داشتن مثلا روی یک شبکه تبلیغاتی یا یک شبکه آموزشی کار میکردن، اینها کم کم دو دسته میشن، به یک سری اختلافاتی برمیخورن. جامعه هایی که معمولا خیلی مصمم بودن یک توکن های خاصی رو رشد بدن، تبلیغش کنن، با همدیگه در موردش هر روز حرف بزنن، اینها کم کم ناامید میشن و سعی میکنن برای اینکه همدیگر رو ملامت کنن، که بگن مثلا تقصیر تو بود که این اتفاق افتاد، یا مثلا فلانی چرا بهمون نگفت که مثلا بازار این شکلی شده، ما انتظار داشتیم فلان تاثیرگذار یا فلان سلبریتی یا فلانی مثلا بیاد بهمون بگه فلان جا بفروشید. اینجور حرفا رو زیاد میشنویم. این معمولا در همون اواسط بازار ناامیدی که مرتبط با بازار نزولی هست شکل میگیره و این حرفا رو زیاد میبینید. اما اینقدر این مسئله تکرار میشه که به جایی میرسه که دیگه کسی اهمیتی به این مسائل نمیده، چون نمیشه با این جریانات بازار رو کشید بالا و ضررها رو نمیشه پس گرفت. همه تقریبا از این مسئله دست میکشن، ولی اینقدر این دوره طولانی میشه که وصل میشه به بازار رغبت و اون بازار در واقع نوسانی آخری که میخواد انتهای بازار رو شکل بده، انتهای سیکل 4 ساله رو شکل بده. آخرین مطلبی که توی این قسمت میخوام در رابطه باش اشاره بکنم بحث ترک کلیشه هاست، اون هم به صورت جمعی. چیزهایی که معمولا در بازار سعودی تونسته بودن برای خودشون یک جامعه‌ای رو جذب بکنن و یک اعتباری رو درست بکنن و کم کم این جامعه براشون سودآوری‌های پیوسته و مستمری رو داشته باشه، اینها جامعه خودشون رو از دست دادن، خیلی‌هاشون متضرر شدن و الان به یه جایی میرسه که دیگه ادامه این مسئله براشون معنی نداره. از اونجایی که زیرساختی هم وجود نداشته و هدف مشخصی هم توی پروژهشون نبوده، صرفا اومدن دنبال یک میم یا یک NFT یا 4 تا عکس پیکسل شده یا هر بحث دیگه‌ای که توی این بازار تو همون دوره مشخص تونستن ازش درآمدزایی کسب کنن، اونها دیگه عملا براشون فایده‌ای نداره، مجبور میشن رهاش بکنن و خب هزینه‌های خودشون رو کم بکنن. به خاطر همین هم خیلی از این پروژه ها ترک میشه و چون سرکردگان و کسایی که معمولا این پروژه رو زنده نگه می‌داشتن ازش ناامید میشن و درآمدهای خودشون هم به همون نسبت کاهش پیدا میکنه، در کنار اون ماجرا همون جامعه حداقلی هم که پشتشون وایساده بودن و هنوز ترکشون نکرده بودن هم ولشون میکنن و کم کم این پروژه ها به فراموشی سپرده میشن. وارد یک مرحله میشیم که بهش میگیم دوره نوسانی. این دوره معمولا اون ارزهای با ارزش رکود و ریزش زیادی رو تجربه کردن. به خاطر همین معمولا اینجور افراد با تجربه توی بازار سعی میکنن اینجا دیگه دنبال شکار باشن.